بیننده عزیز در کانال تاجیکی پرسیدن که آیا کافر را غیبت کردن گناه دارد؟ آیا مؤمنین برای بی‌توجهی برای نزد الله در مورد غزه پرسیده میشن؟ بله. ببینید، کافر رو بدون دلیل غیبت کردن جایز نیست. یعنی غیبت، حکم غیبت در مقابل همه بشر، این یک مسئله اخلاقی است. این یک دروس اخلاقی اسلام است. الا کسی که کافری که کفرش، ضررش برای مسلمان ها عیان باشه و مضر باشه، تو مثلا بری پیش همسایت بگی که والله مثلا جورج ابن مایکل مثلا این مشکلات رو داره، حواست باشه، به خاطر اینکه بیدار بکنی همسایت و دوست و برادر مسلمانت رو، خطر اون رو بیان بکنی، در این صورت اشکالی نداره. اما غیبت مسئله اخلاقی است. انسان غیبت کردن، دروغ گفتن، دزدی کردن، همه این اموری که متعلق به اخلاقیات هست در مقابل کافر و مسلمان و در همه بشریت حکمش یکی است. آیا به خاطر بی‌توجهی برای مردم غزه در نزد الله پرسیده میشیم؟ 100% پرسیده میشیم. چطور پرسیده نمیشیم؟ هر کس به اندازه استطاعتش. اگر تو امروز استطاعت این رو داری که $1 مثلا به مردم غزه کمک بکنی و نمی کنی، مسئول هستی. و اون رئیس جمهوری که ارتش داره، توپ داره، تانک داره، سلاح داره و امروز در دفاع از مردم فلسطین استفاده نمیکنه، مسئول است. و اون سربازی که در سر مرز وایستاده و از ورود مواد غذایی از اردن، از مصر، از کشورهای دیگه به غزه جلوگیری میکنه، مسئول است. هر کس مسئول است. هیچ کس نمیتونه که از بار این مسئولیت. عالم مسئول است. عالمی که امروز حق رو بیان نمیکنه، دعوتگری که امروز حق رو بیان نمیکنه، ژورنالیستی که امروز حق رو بیان نمیکنه، همه مسئولن. هر کس به اندازه استطاعتش در نزد الله سبحانه و تعالی مسئول است.